ما 180 گرم شکر شروع میکنیم به هم زدن. 2 دقیقه با همزن دستی هم بزنید. کافیه. حالا ماست، گلاب یک کوچولو هم میزنید. خب داخل آب پودر هل. حالا آردو میریزیم و همینجوری هم میزنیم. خب حالا نوبت روغنمایی است. خب به همین اندازه زیت میزنیم. شب کنجد میریزیم و میره برای